این روزایی که میگذره یه حس عجیبی توی وجودمه. نمیدونم حس غمه یا حس شادی. نمیدونم سبکه یا سنگینه. یهو دلم میخواد بخندم. یهو دلم میخواد بزنم زیر گریه و با صدای بلند حقیق کنم. دیگه اون موسیقیه رو که همیشه گوش میدادم و دوستش ندارم. دیگه اون صدای دلنشین کسی که خوشم میومد ازش بهم آرامش نمیده. دارم نگران خودم میشم. چم شده؟ نه میخوام نه نمیخوام. هم سردمه هم تنم گر داره. هم خودمو که نگاه میکنم قند تو دلم آب میشه، هم دلم میسوزه برای اون که دارم توی آینه میبینمش. اینا رو مینویسم نمیخوام حس منفی منتقل کنم فقط میگم شاید با گفتن و نوشتنش یکم حالم تغییر کنه. اما یه چیزی خوب میدونم که هیچ چیزی و هیچ کسی مثل خودم نمیتونه این حالمو تغییر بده. اینو خوب میدونم که خودم رو از هر چی که هست و دارم بیشتر دوست دارم. پس دوباره شروع میکنم. بازم مینویسم. دوباره میخندم. یه موسیقی جدید دانلود میکنم. برای خودم یه قهوه درست میکنم و بازم میشینم پشت پنجره اتاقم. کوههای قشنگی که همین الان پر روشون برفه رو نگاه میکنم. بازم پرنده ها رو نگاه میکنم و از دیدن پروازشون لذت میبرم. میدونستی پرنده ها به من حس قدرت میدن؟ حتی وقتی که پرواز میکنن. آسمون، ابرها، ستاره ها، حتی ماه منو یاد خودم میندازن. یاد پاکی دلی که توی سینم داره همین الان میتپه. یاد فکرای خوبی که میخوام دوباره با نوشتن به یاد خودم بیارمشون. که این روزای بظاهر سختم زودتر میگذره. آره، دوباره میرم اون صدا خوبه رو گوش میدم. سعی میکنم بازم با عشق بهش وصل بشم. سعی میکنم بفهمم که میخواد چی رو بهم بگه. سعی میکنم بفهمم که چی میخوام. من خودمو دارم. پس قوی رو پام میمونم و ادامه میدم.